مطلب از آیدیا با طرف اکزیکیوشن بریم. خب ما شما در هر جایی که میریم میبینیم و هر کس درباره یک چیزی نظر میده و ما بهش میگیم و شما خوب نظر بدید و هر کس همون نظر یا شاید هم قبول بکنه یا هم نکنه و هر کس در ذهن خود آیدیاهای مختلفی دارد. هر کس با چندین آیدیا روی هر استیپی از زندگی میشه. ولی چیزی که مهم است آیا کدام آیدیا هستن که او به فیز اکزیکیوشن میاد؟ آیا کدام آیدیا هستن که اونا در جامعه امپکت داشتن باشه؟ مهم است. ما اینجا چیز نوشته کنیم میگه the right innovation mindset can be take you from area to impact. این right innovation mindset چی است؟ خب شما فکر کنین ما شما در همین اتاق هستیم و یا فرض کنین در داخل یک باکس هستیم، یک اسکوپ بسیار مشخص است. تمام چیزها برای ما کلیر هستن. شاید ما نتونیم آیدیاهای خوبی اینجا داشته باشیم، انیمیشن خوبی بتونیم. ولی اگر از این اتاق یا از اسکوپی که ما زندگی میکنیم برایم، مایندست ما طبعا تغییر میکند. ریسک را با خود قبول میکنیم. چون همین بندری که ما فعلا هستیم از این بندری اگر بگذاریم ما در اینجا ریسک زیاد موجود هستند، اپورتونیتی های زیاد موجود هستند. هر ریسک یا هر چالشی که امروز در جامعه هستند باعث ایجاد یک اپورتونیتی میشه که همین اپورتونیتی مایندست ما را به طرف اکزیکیوشن یک آیدیا سوق میده. خب شما توماس ادیسون را میشناسید. توماس ادیسون میگه اینویشن و یا چیزی که ما شما آیدیایی که میم او را به اکزیکیوشن تبدیل میکنیم 1% از این انسپایریشن هستن. 99% به عرق ریزی ضرورت دارد. 99% به کار ضرورت دارد. 99% ما باید ریسک با خود قبول کنیم که تا بتونیم اپورتونیتی رو پیدا کنیم و بعد از اپورتونیتی رو ما تحلیل بتونیم که چطور میتونیم اینا رو با امپکت یا با اکزیکیوشن تبدیل کنیم. مهم چیزی هستن زمانی که ما ریسک با خود قبول کردیم از بندری که فعلا تمام انفورمیشن برای ما کلیر هستن از این میگذریم، تمام خطرات رو با خود قبول میکنیم، چالش ها و چالش ها رو با خود قبول میکنیم، ما میتونیم اپورتونیتی رو پیدا کنیم. چطور میتونیم بازی اپورتونیتی ها و این فرصت ها رو ما ایوالویت بکنیم که آیا کدام اپورتونیتی هستن که اونا رو ما میتونیم من حیث یک چالش به نظر بگیریم و او را ما با اکزیکیوت بکنیم. آیا ما میتونیم امی اپورتونیتی را هدفی که داریم از این به دست بیاریم یا نه؟ اول این سوال ما باید با خود خلق بکنیم، از این پرسان بکنیم. بعدش آیا امی اپورتونیتی که ما در نظر گرفتیم و اینا رو ما میخوایم به اکزیکیوشن تبدیل بکنیم، آیا این امرای هدفی که ما داریم الاین است یا نیست، توافق دارد یا ندارد؟ این چیز بسیار مهم است. خب آیا ما میتونیم این رو بعدش اکزیکیوت بکنیم یا نه؟ اینا کلشان فیزی هستن که ما باید برینستورمینگ بکنیم. زمانی که ما ریسک را قبول بکنیم این نیست که هر ریسک باید قبول شد. هر ریسکی که باعث ایجاد اپورتونیتی میشد اونا رو ما باید سوات انالیسیس بکنیم، اونا رو برینستورم بکنیم، بعد ما تمام مسائل رو باید فکر برش بکنیم. اونا رو ما میتونیم توسط از این کوشنیر ما همه چیزا را کلیر بسازیم. هر کس آیدیای شاید خوبی داشته باشد، هر قسم آیدیا، هر چیزی که در فکر ما خطور میکند و یک جای یک چالش میبینیم به خاطر راه حل و حتما یک آیدیا در ذهن ما هستن و مایندست ما تغییر میخورد. چطور ما بتونیم که این آیدیای خود را به اکشن تبدیل بکنیم؟ چطور میتونیم که آیدیای خود را به ریالیتی تبدیل بکنیم؟ چیزی که اونا بزنس ما را رن میکند یا چیزی که اونا واقعا همین مشکل را حل میکند. خب اینجا ما یک چند استپ بسیار ساده را ما لیست کردیم. ما شما میریم اگر این استپ ها را ما شما به نظر بگیریم انشاءالله ما میتونیم که اپورتونیتی را که پیدا میکنیم و او را برینستورم میکنیم، ریسک هایشون را قبول میکنیم، تمام مسائلش را قبول میکنیم و میتونیم که ما به یک اکشن یا به ریالیتی ما رو تبدیل بکنیم. اولتر از همه ما باید یک اگزیکیتیو سمری از این آیدیای خود را داشته باشیم. اینا بسیار باید کوتاه باشد، فقط نوشته باشد که آیدیای تو درباره چی است. ما رفتیم چالش پیدا شد، به خاطر حل از این چالش ما میخوایم که یک آیدیا داریم که این ما باید حل بکنیم. آیدیای ما با این کانفیدنس هم پیدا کردیم توسط سوات انالیسیس ما که ما میتونیم همین آیدیا رو واقعا اگر این آیدیای ما اکزیکیوت بشه همین مشکل حل میکند.
پس شما اولتر از همه باید یک اگزیکیتیو سمری از داشته باشید، بسیار ساده و فقط چند جمله که بسیار بیسیک درباره از ایده شما که فقط ایده ما درباره این از چیز هستن که این مشکل رو حل میکنند و بس خلاص. بعد هدفش باید معلوم باشه. شما باید اکسپلین کنید که پرابلم درباره چی هستن، چرا با فکر میکنید که ضرورت است، آیا راستی هم این یک ضرورت است یا نیست. وقتی که ما این سوال هم جواب بگیم، ایده برای ما دیگه هم نیرو داون میشه، اسکوپ ایده برای ما قوی تر میشه. ما میتونیم ایده خود را در اسکوپ بسیار مشخص و رایش پیدا کنیم و او را پیش ببریم. بعد از او ما باید آدینس خود را مد نظر بگیریم، کسی که ما میخوایم همین ایده را برش پروپوز میکنیم یا این اصلا که همین مشکلی که حل میکنیم این به درد کی میخورد، این ایده برای کی هستند و کی از این ایده استفاده میکنه زمانی که این ایده به اکشن تبدیل شود. ایده استفاده میکند، کدام پرابلم هستند که اونا مردم سر از اون متاثر هستند، کدام مردم سر از این پرابلم متاثر هستند. مهم این است. این رو باید ما شما تفکیک کرده بتونیم و این رو باید بگیریم و فوایدش به کی میرسد. شاید ایده ما باشد بسیار اسکوپ مشخص داشته باشد، در بخش ایژوکیشن شاید برای یک مکتب باشد، در استراتژی‌های مختلف شاید ما بسیار یک مشکل مشخص را مد نظر گرفته باشد، ولی اگر این ایده به اکشن تبدیل شود و این یک راه سولوشن خوب باشد، اینال کدام مردم از این مستفید میشه. این بسیار مهم است. بخاطر که ما نمیتونیم که یک چالشی که بسیار جامع باشد اونا رو ما حل کنیم، بخاطر که اونا زیاد به کلابریشن ضرورت دارد، زیاد به کلکتیو اینتلیجنس ضرورت دارد و تنها ما نمیتونیم شاید اینقدر پروداکتیو باشیم. پس ما کوشش میکنیم زیادتر که ایده خود را نیرو داون بسازیم، بسیار اسپسیفیک بسازیم. پس به خاطر اسپسیفیک بودن ایده ما ضرورت داریم که ما باید اول آدینس خود را بشناسیم که کی اینو میخرد و فایده از این به کی میرسه. مهمی است. خب بعد میریم سر اکزیکیوشن از فکر میکنیم که اینا چه قسم اکزیکیوت میشن، در کدام پلتفرم، تحت کدام فریم ورک، تحت کدام استاندارد ها، تحت کدام شرایط اینا باید اکزیکیوت بشه. به خاطر اکزیکیوشن از ایده شما به چه چیزا ضرورت دارین؟ به تولز ضرورت دارین، به مثال به فینانشل ریسورس ضرورت دارین، به مثال به هیومن ریسورس ضرورت دارین، به تکنولوژی های مختلف ضرورت دارین. چه ضرورت هستن به خاطر اکزیکیوشن از ایده ما و کدام کریتریا یا اسپسیفیکیشن های دیگر به خاطر از اینکه زمانی که این مردم این استفاده میکنن و یه دریم تو به ریالیتی تبدیل میشد شما ضرورت دارین. اینا رو ما کلش باید لیست بکنیم. بعد از پلان باید داشته باشیم، یک ماستر پلان داشته باشیم، شاید چندین دیگه سب پلان ها داشته باشیم به خاطر از اینکه باید کلشون به اکشن تبدیل میشد. پلان به خاطر اکزیکیوشن ازی، به خاطر از اینکه این ایده ما به اکشن تبدیل شد او رو باید ما جور کنیم. چیزی بسیار مهمی هستن تایملاین. ما شما هر چیزی رو که میسازیم، البته پلان هم به خاطر منیجمنت تایم و به خاطر منیجمنت ریسورس. خب در هر چیزی مهم چیز هستن تایم منیجمنت است. اگر ما ریسورس خوب داشته باشیم بازم از تایم خود استفاده نتونیم، شاید نتونیم به هدف خود برسیم. اگر ما تولز های خوب داشته باشیم بازم اون رو مطابق تایمش در جایش الوکیشن ندیم و استفاده نکنیم، ولی باز هم ما شاید با کرایسیس مواجه شیم. زیاد مهم است که ما باید به خاطر از ایده خود که میخوایم اینا پلان هم جور کنیم که باید اکزیکیوت شود، ما باید تایملاین بسازیم. فرض مثال در 30 روز اول ما چی کار بکنیم، در 90 روز بعدش چی کار بکنیم، یا فرض مثال در یک سال ما باید چی کار بکنیم. بعد از این نیکست پلان ما چی است؟ چون یک ایده‌ای که به اکزیکیوشن تبدیل میشد ایتونست که اول بار ای باید مطابق ریکوایرمنت مارکت استانداردایز شود و جور شده باشد. شما این چیزها را زیادتر دیدین، خصوصا در تکنولوژی. هر آن اپلیکیشنی که یا هر آن پورتالایی که تمام چیزایی که بار اول اینا به مارکت ریلیز میشن اونا بیتا ورژن هستن، ورژن بیتا هستن. بعدش به اساس ریکوایرمنت مارکت، به اساس فیدبک های یوزرها که اینا چه تقاضا از این سیستم دارن و چه سیستم با چه قسم مشکلاتی از اون حل کنن، اینا روز به روز اپدیت شده بود. شما فرض مثال اگر ورژن اول توییتر، فیسبوک یا همین سوشال میدیا های بسیار بزرگ شما ببینید،
اینا بسیار بیسیک بودن، بسیار اینقدر فانکشنالیتی نداشتن، اینقدر فولی فانکشنال نبودن. اگر ویژه نوشته دارن عکسایشان در گوگل هستن، شما موکپ از رو ببینین. پس اینجا هم ما باید نکست پلان های نکست اکشن رو باید داشته باشیم که ما بعد از او باید چی کار باید بکنیم و مایلستون های دیگر رو باید ما مشخص کنیم، بر از او هم باید تایملاین بسازیم و فرست مایلستون خدا باید بسیار فوکس سر فرست مایلستون داشته باشیم، چون هر چیز ضرورت به یک اینیشیتیو دارد که ما باید اول اینیشیتیو پلان خود رو بگیریم و این باید فوکس زیادتر ما سر مایلستون اول باشه. پس اینی چند استپی که در آخر ما میگیم، چند استپی که ما شما اگر واقعا اینا رو در نظر بگیریم به خاطر اکزیکیوت کردن یک ایده ما، انشالله که ما شما میتونیم موفق شیم یک ایده خود را به اکشن یا به ریالیتی تبدیل بکنیم. تشکر از توجه.